مسافر زی میهنم گشتم خدای مهربان، ای خدای مهربان. روز محمد انتظار جدا زیار و دوستان، جدا زیار و دوستان. مسافر زی میهنم گشتم خدای مهربان، ای خدای مهربان. روز محمد انتظار جدا زیار و دوستان، جدا زیار و دوستان. محزون در یاد وطن هستم همیشه ای یاران، همیشه ای یاران. غمها بر من شده فیزون لیل و النهار گریان، لیل و النهار گریان. مسافر زی میهنم گشتم خدای مهربان، ای خدای مهربان. روز محمد انتظار جدا زیار و دوستان، جدا زیار و دوستان. دور زی پدر و مادر و هم خواهر و برادر، هم خواهر و برادر. در ملک بیگانه آواره بیچاره در بدن، هی بیچاره در بدن. مسافر زی میهنم گشتم خدای مهربان، ای خدای مهربان. روز محمد انتظار جدا زیار و دوستان، جدا زیار و دوستان. زیر سلطه اجنبیان گشته من اسیر، گشته من اسیر. در غم و حسرت و تنهایی شدم من دلگیر، شدم من دلگیر. مسافر زی میهنم گشتم خدای مهربان، ای خدای مهربان. روز محمد انتظار جدا زیار و دوستان، جدا زیار و دوستان. روزی محمد در غمی جداییم، انتظار جداییم انتظار. صبح و مسا بر سرم هست غمهای بیشمار، ای غمهای بیشمار. مسافر زی میهنم گشتم خدای مهربان، ای خدای مهربان. روز محمد انتظار جدا زیار و دوستان، جدا زیار و دوستان. بر مسافر تحریر نماید حافظ روحانی، ای حافظ روحانی. به سراید لحنی زیبا با وصفش حیدری، با وصفش حیدری. مسافر زی میهنم گشتم خدای مهربان، ای خدای مهربان. روز محمد انتظار جدا زیار و دوستان، جدا زیار و دوستان، جدا زیار
این زمزمه زیبا و دلنشین از ولایت بغلان ولسوالی بلخمری قریه خوجه الوان سروده شد با فرمایش برادران محترم مثل هر یک خال محمد اقدس، شوولی دلسوز، بسم الله خالد بغلانی، قدرت الله نظری و روزی محمد انتظار، با صدای الحافظ علی حیدر حیدری، با شاعری برادر محترم حافظ روحانی صاحب. شماره های ارتباط 076 66 33 381 070 945 264 و سلام.